بزرگوار دیگری راجع به این بحث انزال زودرس پرسیدن که تو پیامکام 2-3 تا سوال بود و این یه به هر حال نقیصه و مشکلی هست که خیلی میپرسن. این مسئله انزال زودرس محل ابتلا عده زیادی هست و مشکلاتی در خانواده ها وجود آورده و افراد زیادی به بنده در این زمینه مراجعه می کنند. البته این درمانهای متعددی داره. درمان شاخص داریم به نام داروی تأخیری که ترکیب عمدش شاهزیره است که همونی که بهش میگن کراویا. یه زیره است که در حقیقت مشابه زیره نیست، طعم و عطر زیره نداره، تیره هست و تیرگیش هم از زیره بیشتره، سیاه تره، منتها طعم و عطر زیره نداره، بهش میگن شاهزیره کراویا. این خودش تأخیریه. البته داروهای دیگری، البته تأخیری، داروی تأخیری که ما داریم ترکیبی است، در حقیقت شاید 10 تا گیاه داشته باشه، ولی عمدش همین کراویا یا شاهزیره خیلی مؤثر و مفید. علاوه بر این یا داروی دیگر مصرف کردن انجیر با کندر. انجیر را باز کنن، یه دانه کندر داخل اون قرار بدن، روزی 7 عدد انجیری که داخلش کندر هم باشه این را مصرف کنند. ترجیحاً هر دو دارو را استفاده کنند، چون هر کدوم یه علتی و یه جهتی درمان میکنه. انجیر و کندر اگر زود انزالی به خاطر توسعه مجاری منی و گشاد شدن این مجاری این درمان میکنه، ولی مثل کراویا یا مثل ایرسا یا حتی شاهدانه اینا جلو تولید آب منی میگیره و عملا رفته رفته این عمل طولانی تر میشه، چه بسا تا 2 ساعت هم خواهد شد.